این کتاب داستان ضد قهرمانی به نام فردیناند بارداموست که بین سالهای جنگ جهانی اول تا دوم زندگی می‌کرد. سفر به انتهای شب نخستین رمان لویی فردیناند سلین نویسنده فرانسوی است که در 1932 چاپ شد. این کتاب نخستین و شاید مهمترین رمان سلین است که تا حدودی داستان خود اوست. خوانش رمان سفر به انتهای شب، نویسنده لویی فردیناند سلین، مترجم فرهاد قبرایی، انتشارات جامی، تعداد صفحات 543، گویش و ادیت فنی حمید میرزایی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com